یگان که نفر شما را مردم انتخاب نکرده است. مردم رهبر دولت، رهبر خودش انتخاب میکند. رهبر باور کرده، انتخاب کرده، تعیین میکنه به این یا وظیفه. من کی را باور کنم؟ با کی سپرشتیم؟ من دارم معلوم، من به دلیل نگفته ایستادم. من حتی نوارها دارم. بعضنش خنده ها رو بعضن تا این اندازه رهبر دولت و دیگرها را وای میکنید، حساب میکنید که نمیرسد. حالا زمانی هست که دیگر پنهان کردن نمیشود. یگان چیزه برای چی من شفافیت گفته ایستادم. فعالیت کاری ما شما از رهبر دولت سرکرده برای مردم آینه برای معلوم باشد. مردم باید داند درآمد و برآمد و زندگی و حرکتی ما شما خدمتچیان دولتی را. برای ما شما یگان قانون و کنستیتوسیون دیگر نیست. کنستیتوسیون یک است. قانون های عمل کننده برای همه شهروندان است. پرزیدنت تا شهروند عادی یک است. پاک وجدان باور کردم کافیه. فکری فرزنداتون نکنین. لیکن شما سوگند یاد کردین، راه همین راه انتخاب کردین که صادقانه خدمت میکنین، کار میکنین. شما را مجبوران یگان کس تعیین نمیکند.